سلام. ما اینجا قصابی داریم. خب 2 سگ اومدن امروز در مغازه، یعنی امشب اومدن در مغازمون. نگاه کنین بی زبونا گوش نشونه و من میخوام به اونا آشغال گوشت بدم. نگاه کنید، آشغال گوشت اینا ثواب داره به خدا. ولی چی؟ ولی من میخوام به اونا غذا بدم امشب، ولی یه درخواستی از خدا دارم. خدایا، تو خدای ما هستی، خدای این سگام هستی، یه گره از کار ما باز کن. گره افتاده تو کارمون. من امشب اینا رو سیر میکنم تا هم 10 برابرشو به ما بده. حالا خبرشو بهتون میدم که کارمون درست شده. من که اعتقاد دارم، حالا هر که اعتقاد نداره میخوام که نداشته باشه. بیا بخور بخور، نوش جونتون، نوش جون. ولی یه دعایی در حق ما بکنید شما. گره از کار ما باز، از کار ما رفیقم. دمتون گرم.